سلام به گلای توی خونه. من بازار بودم. این ولاگ بازار منه که چی خریدم، چی احتیاج داشتم. الان بهتون همه رو نشون میدم. اول خیارشور، یعنی خیاری که برای خیارشوره 1 کیلو خریدم. این 1 کیلو خیارشور میره پایین. هویج دوره اینم برای ترشی توری میخوام درست کنم. هویج اینجا هویج رو خیس میکنن. این چون خیس نشده بود این طولانی تر میمونه، یعنی نگهداریش راحت تر. خب قاعدتا توی یخچال باید باشه ولی زود کپک میزن اگه خیس باشه. برای همین این بهتر بود. 1 کیلو میایم اینجا داشته باشیم. لیمو ترش، اینجا لیمو ترش خیلی گرون شده، جوری که باید دونه دیگه خرید کنی. حالا دونه این که یعنی من اندازه روزای هفته که احتیاج دارم خرید میکنم، بیشتر از اون نه. الانم 4 عدد بیشتر نخریدم. اینم از لیمو ترش، همینم فکر کنم شد 50 لیتر. اینجا میام داشته باشیم. بله، فلفل تند و تیز. این فلفل یکی از فلفل های تند توی ترکیه است که حتی ترشی خود این فلفل هم هست، خیلی خوشمزه است. برای ترشی هم خیارشور گرفتم. برای خیارشور اینم یه سیر خیلی خوشگه. همین سیرم خریدم 30 لیتر فکر کنم. این 30 لیتر. اینا هم اندازه 10 لیتر فلفل تند گرفتم چون بیشتر از این استفاده نمی کنم. بعد سیب زمینی که نمیشه نباشه تو خونه. سعی کنین سیب زمینی رو سعی کنین که از سایزهای کوچیک، هرچی کوچیک‌تر بهتر، چون که سبزی های و میوه هم سبزیجاتی که توی خاک رشد میکنه بهتره که سایزهای کوچیکش باشه و از سایزهای خیلی بزرگ خریداری نکنید. خب الان اینا رو من خودم جدا نکردم، خود طرف داده قاطی داده، ولی با این حال من همیشه سعی کنم که از سایزهای کوچیک استفاده کنم. خب اینم از سیب زمینی که فکر کنم کیلوی 10 لیتر بود. این 2 کیلوه. بعد میریم که داشته باشیم این لوبیای خوشگل ایرانی که تازگی اومده توی ترکیه، یعنی یه 2 سالی هست. قبلا نبود این لوبیا. خیلی دوستش دارم این لوبیا سبزو، خیلی دوستش دارم و 1 کیلو خریدم. کیلویی 80 بود. 1 کیلو. و چیزی که خیلی خوشمزه است، خیار چنبر داریم در رنگ ها و مدل های مختلف. این کیلویی 50 لیتر بود. این خیار کیلویی 70 لیتر بود. اینم یه نوع خیاره، داخلش هم مثل خود خیاره ولی این یه مدل دیگه است. این یه مدل دیگه است. دیگه قاطی گرفتم. این کوچیکه رو خیلی دوست داشتم. سنگ از مزرعه کندش، تازه است. تازه. بعد اینم خرید خیارمون هم دیدیم جا داره. اینم نباشه نمیشه تو آشپزخونه. پیاز هم سعی کنیم که سایزهای کوچیکشو بخریم، یعنی این سایزا. این خیلی خوبتره. بابام اینا رو خودش داده، قرقاتی داده. 1 کیلو هم پیاز گرفتیم. کیلوی 10 لیتر. یه دونه سبزی گیشنیز برای کوکو، اگه بتونم امروز وقتشو بکنم ساعت کوکو داریم نهار. این هم سبزی گیشنیز برای کوکو. اون طبیعتا این هم از ایران اومده چون که اینا نمیدونستن اصلا این گیشنیز چیه. بعد یه خوشمزه دیگه‌مون، خیلی عاشقشم، بورسلن بهش میگن اینجا، نمیدونم ایرانش چیه، خیلی دوستش دارم. کیلویی
اینم کیلویی 250 لیر بود که من اندازه 100 لیر خریدم. اندازه 100 لیر. برای کوکو سبزی می‌گیم که داشته باشیم یه آیتم دیگه، تره فرنگی. ما این تره فرنگی رو به عنوان تره توی کوکو هامون استفاده میکنیم و واقعا هم خوشمزه میشه. یعنی این به اضافه سبزی معطر دیگه معرکه. حالا من توی ولاگ دیگه طرز تهیه کوکو سبزی با سبزی تازه رو بهتون نشون میدم. اینم 2 تا خریدم. اون یکی دیگه بیا ببینم. نه. 2 تا تره فرنگی خریدم. ما 2 نفریم، زیاد استفاده نمی‌کنیم، یعنی اسراف میشه دیگه. 2 تا تره فرنگی، یه گیشنیز، یه جعفری، یه دسته گیشنیز، یه دسته جعفری، یه دستم شوید و سلام. با یه دستم پیازچه گرفتم که پیازچه رو نصفش استفاده میکنم. بعد تمام. اینم از ولاگ امروزمون. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. سابسکرایب یادتون نره، حمایت از ما یعنی اینکه ویدیوهای بیشتر. دوستتون دارم. مرسی که با هم بودین. تا ولاگ دیگه. خدا نگهدار.